آقای رئیس جمهور سلام، من احمد فدایی ام. همون جوونی که توی استان سیستان و بلوچستان 16 تا مدال توی دنیا توی حوزه اختراعات کسب کرده. همون جوونی که کارآفرین برتر کشوره، جوون برتر کشوره. توی سفری که به استان سیستان و بلوچستان داشتی و به پارک علم و فناوری اومدی، ما رو نذاشتن که شما رو ببینیم. ببینید، من همیشه گفتم دلیل فرار مغزها اهمیت دادن به بی مغزها نیست. دلیلش اینه که کسایی که واقعا شایستن رو میخوایم حذف بکنیم. حذفمون کردن، خواستن که شما ما رو نبینید. تو همین پارک فناوری شما اومدین که دستاوردهای دانش بنیان رو ببینید. من 16 تا اختراع در دنیا ارائه دادم که دانش بنیان تر از اونها وجود نداره، نخبه تر از امثال ما وجود نداشت، ولی ما رو پنهون کردن از شما. نذاشتن که ما شما رو ببینیم، نذاشتن که ما درد و دلمون رو به شما بگیم. چرا؟ دلیلش چیه؟ چه کسایی نمیخوان که این جوونا هیچ وقت دیده بشن و در نهایت از این مملکت برن به یک کشور دیگه؟ چرا این اتفاقات میفته؟ استان سیستان و بلوچستان در حال حاضر تنها چیزی که بهش احتیاج داره ایجاد کارخونه هاست، ایجاد کسب و کارهاییه که جوانای امثال من میتونن ایجاد بکنن. من تموم تلاشم رو گذاشتم، با وجود داشتن اقامت کانادا هنوز تو این استان موندم و دارم تلاشمو میکنم. منتها نمیخوان. این رو فقط برات ضبط کردم که ببینی و بشنوی. نه من بهت رأی دادم و نه رأی خواهم داد. مطمئن باشید افرادی مثل من به همین زودیا همشون از این مملکت میرن. اینا سرمایه های این مملکتن. مثل من کوچکترین عضو این جامعه ام. مثل من صدها جوون دیگه وجود داره. چرا نمیخوان که ماها دیده بشیم؟ چرا نمیخوان که ما بشیم آینده سازهای این استانی که داره نابود میشه، استانی که فقط موقعی که شما میان گل و بلبلش رو بهت نشون میدن؟ چرا باید اینجوری باشه؟ هیچ تریبونی به من ندادن تا بتونم درد مردم، درد جوانای این استان رو بهت بگم. این تریبون من اینه. تریبون من همین فضاییه که شما دارین میبینید. من تنها مردم رو دارم. مردم اگر نبودن، پشت ما نبودن، حمایتمون نمی‌کردن، ما هیچی نبودیم. من یه جوون سیستانی و بلوچستانی پا روی تموم علایقم، پا روی تموم آیندم گذاشتم و موندم تو این استان. میخوام که کارخونه بزنم، میخوام که جوانای زیادی برن سر کار. تنها چیزی که سیستان رو میتونه بسازه، تنها چیزی که بلوچستان رو میتونه بسازه همینه. چرا ما باید حذف بشیم؟ برو دنبال اونایی بگرد که ما رو حذف کردن. جوانایی مثل منو نذاشتن که ببینی. باید میدیدی، جوانایی مثل منو باید میدیدی. این مردم تا ابد پشت ما هستن. من افتخار میکنم به ایرانی بودن و به سیستانی و بلوچستانی بودنم، ولی تهش با یک عذرخواهی این وطن رو ترک میکنم و عذرخواهیم فقط از این مردمه که ضعیف بودم، نتونستم. واقعا تلاشم رو کردم ولی نخواستن، نشد. مرسی.